اسپیددام لنزه چرخشی البته از نوع خورشیدیش. شما میتونید بدون نیاز به هیچ برقی این سیستم رو راه اندازی کنید. فقط کافیه که یه صبح تا ظهر نور به این پنل سولار بتابه و تا یک روز کامل براتون شارژ نگه داره. این اسپیددام سیم کارتی 3 تا لنز داره، 2 تا لنز ثابت و یه لنز چرخشی. قابلیت تشخیص انسان داره، تشخیص حرکت، تعقیب سوژه، یعنی به محضی که هر جسمی که بیاد جلو لنزش قرار بگیره و به هر سمتی بره، این لنز اونو به راحتی دنبال میکنه. این آژیر خطری هم که داره، یعنی عملا کار دزدی رو براتون انجام میده که زمانی که شما اینو فعال میکنید هر انسانی رو جلوی لنزش تشخیص بده شروع به آژیر زدن میکنه و برای شما نوتیفیکیشن ارسال میکنه. قابلیت ضبط و پخش صدای محیط رو هم براتون داره این دوربین و مهمترین گزینه‌ای که این اسپیددام داره اینه که ریجستر شده و بدون قطعی بهتون انتقال تصویر میده. فقط شما باید حواستون باشه که سیم کارتی که استفاده میکنید برای این دوربین همراه اول باشه.